درود به همه دوستان، خیلی خوش آمدید به چنل جیرا انیمه. من حسامم، مسیح یوتیوب فارسی، و از اونجایی که بردیای عزیز تو ویدیوی قبلی درخواست انیمه تناسخ اسلایم داده بود، اومدیم امروز 3 تا از فکتای این انیمه رو با هم دیگه بررسی کنیم. اگر از چنل ما خوشت میاد حتما ساب کن، پس تا آخر ویدیو همراه من باش. شماره 3، وایس اکتر ژاپنی ریمورو اسمش از میهو اوکاساکی، صداگذار مریهانت از انیمه زندگی بعدی من به عنوان یک ویلن، رافتالیا از انیمه قهرمان سپهر، کوتومی کانو از بانی گرل سمپای، مای ایواتا از فروتس بسکت و بقیه، و همچنین صداگذار انگلیسی ریمورو بریتنی کابوفسکیه و ایشون هم صداگذار میکوتو از این انیمه و سارن دکوموری از چونیبیو، یاچی هیتوکو از هایکیو، کاگویا یامی از دیت لایو و بیشتر. شماره 2، حالا بیاین راجع به شخصیتش صحبت کنیم. ریمورو شخصیت کلاسیکی داره، خونسرد، ریلکس و خب یه جورایی عجیب و بامزه است. جدا از قدرت‌های گسترده و متنوعش و همچنین زیرکی و تصمیم‌گیری‌های سریع و منطقی که داره، بزرگترین نقطه قوت ریمورو اینه که شخصیت فوق‌العاده جذاب و کاریزماتیک داره، طوری که دیگران دوست دارن به طور طبیعی جذبش بشن و دلشون میخواد ازش پیروی کنن و تمام وجود بهش وفادار بمونن. این ویژگی‌ها رو از زندگی قبلیش وقتی کارمند ساده بود با خودش آورده تو این دنیا. اون آدمی سخت‌کوش، باهوش و بسیار آگاه بود و به نظر میرسه که استاد فرهنگ اوتاکویی بوده، چون اطلاعات زیادی در مورد بازی‌های ویدئویی، مانگا و چیزایی که ازش نمیشه اسم آورد داشته، فکر کنم یعنی هنتای. و بدون شک یکی از صحنه‌های مورد علاقه هممون آخرین آرزوی ریمورو قبل مرگش تو قسمت اول بود، اونجایی که از دوستش خواست کامپیوترش رو بنزه دور، که واقعا خنده‌دار بود. واقعا دمش گرم. پاک کردن اون همه حجم از دوجینشیا کار یک مرده. فکر کنم منم قبل مرگم باید پوشه نصایح امامو پاک کنم. anyway، ریمورو واقعا براش سخته که پشت کسی رو خالی کنه، مخصوصا اگه کسی مستقیم بیاد و ازش درخواست کمک بخواد. اون همچنین وقتی دوستاش و مردم کشورش تو خطر باشن فوراً وارد عمل میشه و مخصوصا وقتی پای بچه‌ها وسط باشه خیلی احساساتی و واکنش شدید نشون میده، مثل یوتیوب. ریمورو برای محافظت از کسایی که براش مهمن در برابر هر دشمنی میسته. دمش گرم، مثل من خیلی آدم خفنیه. البته ریمورو نشانه‌ای از اضطراب و نگرانی هم داره، اما یک از جنبه‌های شخصیتش که نه تو مانگا نه تو انیمه خیلی به نمایش گذاشته شده، اون روی سرد و بیرحم میشه، همون جایی که خودش گفته بود حتی حاضر پیروانشو بکشه اگه بخوان علیه شورش کنن. ولی خب ریمورو که یه کاراکتر انیمه‌ایه، ولی اگه میخواین تو دنیای واقعی یه کسی پیدا کنین با همچین مشخصاتی که اینقدر آدم خفنی و کاریزماتیکی باشه، میتونین به من رجوع کنین. و در آخر شماره 1، یادتون از اونجایی که میلیوم از ریمورو میپرسه آیا خودت نمیخوای تبدیل به یه پادشاه شیاطین بشی، و ریمورو هم میگه نه، چون دردسرش زیاده و حوصله‌شو نداره. و هممون میدونیم آخرش ریمورو واقعا تبدیل به یه دیمن لورد میشه و وقتی این عنوان رو به دست میاره از یه اسلایم ساده تکامل پیدا میکنه و تبدیل به یه دیمن اسلایم میشه. ظاهرش هم تغییر میکنه، بدنش نقره‌ای میشه با رگاهایی از طلا، خیلی خفن میشه. اما چیزی که خیلی باحال‌تره، ظاهر انسانی ریمورو بعد تبدیل شدنش به دیمن لورده. اون الان لباسای مشکی میپوشه که واقعا خفنه. قیافش بزرگتر و جدی‌تر به نظر میرسه و ناخوناش هم بلندتر و تیزتر شدن. اگه اشتباه نکنم شرکت گود اسمایل کمپانی یه فیگور رسمی از این ظاهر جدید ریمورو معرفی کرده بوده و واقعا خیلی خلاقانه طراحی شده بود. و خب این عنوان جدیدش یعنی دیمن لورد بودن هم باعث شده دهکده‌اش هم در امان بمونه. چرا؟ چون حالا هر کسی بخواد براش دردسر درست بکنه طبیعتا ازش میترسه. البته حتی بعد از اینکه باهاش آشنا بشن و بفهمن چه موجود خوبیه، یه جورایی ته ذهنشون هنوز ازش میترسن. و در نظر داشته باشید فقط همین که اون یه دیمن لورده باعث میشه بقیه هم حساب کار دستشون بیاد. و خب کاملا هم منطقیه، مخصوصا اگه اون روی سگش هم توی داستان بیشتر نشون داده بشه. از نظر قدرت واقعا قدرتش بیشتر شده. چرا؟ چون اون دشمنایی که قبلا میتونستن از پسش بر بیان تعدادشون خیلی کم بود، ولی الان دیگه شکست دادنش خیلی سخت‌تر شده. همه مهارتاش، حتی اون مهارت‌های پایه‌ای، یه ارتقای جدی پیدا کردن. واقعا نمیتونم صبر کنم ببینم ته این داستان چی میشه. درود به همتون که تا اینجای ویدیو دیدین و خسته نباشید به همتون. وقتتون نمیگیرم، بریم سراغ کامنت‌ها. بانتر هانتر عزیز گفته از جوجو بذار، چشم، حتما پارت 6 آخرش هم تموم کنم میذارم. و دوباره بانتر هانتر که میگه منت کشی کسی رو بکنین که ارزششو داشته باشه. عمودیوی بزرگ گفته از جوجو بذار، چشم حتما. آرمین بیادب عزیزم گفته از جوجو بذار، ای به روی چشمام. آقا فکر کنم من یک اشتباهی کردم. این رفیقمون اومده گفته انیمه فنم منظورش سولو لولینگ بوده، منظورش اتک نبوده. از انیمه فنم عزیز خواهش میکنم بیا توی کامنت ها بگه منظورش اتک بود یا سولو لولینگ. آقا نایت گفته باه به خودت مشتی. بچهای گل راجر خیلی بچه باحالیه، دمش گرم که همیشه میاد کامنت های مشتی و عشقولانه میذاره. خیلی دوست دارم مشتی. البته من همتون رو دوست دارم و همتون خیلی خفنی. خاک پاتم رفیق، حتما، چرا که نه.
چون 3 نفر درخواست دادن ویدئوی بعدی از جوجوه. و اگه دوست داشتین به چنل جیرا تئوری هم یه سر بزنین، راجع به گیم تئوریای خوبی میذاره.